باور بکنید بودن کسانی که امشب رو نشسته بودن که ببینن که ما شکست میخوریم، ببینن که ما ناامید میشیم، ولی خب این یه جور سندی شد بر ملت بودنه و سهم بالای خانوما توی این اتفاق که امشب افتاد. ممنون خانم الماس، ممنون، متشکر. هیچ آشنایی قبلی نبوده ولی شما اومدین و کل اعتبار چند سالتون رو در اختیار ما قرار خواهش میکنم دوستای عزیز نگفته نمانه که ما میال کلا در لایو است میخوایم بگویم که در حضور خود رضا جان بگویم که خوشحال هستم از اینکه شروعش در تیک تاک ما کردم در این دور. البته شروع حمایت که هیچ کسی نبود، در لایوشان بیشتر از 2000 بیننده بود ولی کسی گفت نمیزد، همه شنونده بودن و ما شروع کردم به اولین بار که حمایت کردم و ویدیوش پست کردم در اکانت ما بالاتر از 5 لایک ویو گرفته او ویدیو و بعد از او همگی تشویق شد و اکانت رضا جان رفتن حمایت کردن، ویدیوش پست کردن به علاقمندی. بعضها بر ما گفت که تو اگه کمک کردی چرا پست کردی؟ ما گفتم که پست کردن ما بسیار پیامد خوب داره، از این میتونه دیگران تشویق شوه و ببینه و امور قمام شد. من میتونستم امو پیسرم در پیپال یا هر جای دیگه کمک کنم ولی من قصدن این کار کردم چون اکانت ما بیننده داشت و من خواستم که کلگی متوجه شوه که و بعد از اون شب بود که کلگی حمایت ها شروع شد و تا این فعلا هم ادامه داد. اگه دقت بکنین، تشکر، ممنون. و اگه دقت بکنین من تو اون ویدیو به شدت خستم، روز سختی رو داشتم، نور اذیتم کرده و به زور بیدار هستم، اصلا متوجه نمیشم شیر چه معنی میده، اصلا کجا هستم. شاید نزدیک بله بیش از $200-300. شما اون شب 3 تا شیر زدین، نزدیک به $1000 فکر کنم به ما رسیده و من اصلا هیچ ایده ای ندارم که این شیر چه معنی میده. الماس شیر چی هست؟ بله من متوجه بودم. راست میگی، یک خاطره دیگه هم بود. بله به زور خودم بیدار نگه دارم. من زیاد خوش هستم، حداقل در این کار تونستم اینم قمصه هم داشته باشم. رضا جان در لایفشان کاملا خسته بودن، ویدیوش که ما پست کردیم شما میتونین ببینین، اصلا هیچ نمیفهمیدن که شیر چی است کامت و چقدر ارزش داره یا نداره یا چی است چطور است، که من خوشحال هستم که کار کردم و اولین کسی بودم که شروعش کردم و کل دوستان تشویق ساختم و امشب لایو ما که داریم با هم دیگه خودش یک مثال است که امشب بالاترین حمایت شدن.